بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما رابطه با مینوی ریویوز. در نخست ما داریم اسپیلینگ در پروگرام و داکومنت ورد مطرح شده بود که میتونه توسط آن اگر اسپیلینگ که از نگاه از اینکه یک لغت باشه غلط باشه میتونه براتون درستش دریافت کنه. مثل همون چیزی را که در پروگرام ورد مثل هر نوع لغت هست مشخص نیست که ما مثلا بگویم مثل بو، مثل کلیر، مثل آپشن. یعنی منظور است که یک اشتباه در یک لغت رو بوده. ما چطور متأکد شیم که درست است یا غلط کلیک میکنیم در اسپلینگ آمده. بعد از اون میگه همین چیز اسپلینگ را که نشته کردیم در دیکشنری نیست. یعنی یا میگه یک نام است میگم نو. این یک لغت است، منظورم از کتاب است. در قسمت سجشن مین با مو مثلا لغت چندین چیز ما بر حرف بی داریم، حروف اولش است. آیا میگه بوک است. اگر بگویم نه یک نام است میگم ایگنور وانس، امو در یک بار یعنی اکسپتش میکنن. ایگنورال اگر از این نام چندین بار استفاده شده باشد در چند جای یعنی 5 6 دفعه در مجموعش میکنیش موقتا میپذیریش. یعنی اد تو دیکشنری به این معنی که هرگاه اگر من این لغت در اینجا درس کردم او رو در اینجا اد کو تا اینکه او رایج غلط نگیره. و اگر برش بگویم چنج میگم خیلی امیده بالاش کلیک کنیم با بوک چنجش کن چنج. اوکی این حالا سپیل درست چی شد دریافت شد. اگر ما باز بوک نشته کنیم با سپیل غلط در سپیلینگ میایم چنج حال یک دو ده دانه ماشه در مجموع به این سپیل چنجش میکنه. آتو کرک میگه مرگو من سپیل نشته کنم اتومات به این سپیل چنج شد. آتو کرک بعد از میگیم یس. حالا ما میایم بی ای او که با چی چنج شد به سپیل درستش. و بعدا یک متن داریم در داخل از این یک لغت است. ما میخواهیم که این لغت رو بفهمیم معنایش چیست. متن میخوانیم تا جایی که بخوایم معنایش رو بفهمیم کلیک ریسرچ. بعد از او خود آپشن در اینجا فکس شد یا میگیم استارت سرچینگ کلیک میکنیم و جوابش بعدا ظاهر میشه. جواب آپشن چی شد اینجا؟ چوایس سلکشن ظاهر شد. وقتی که کلوز کنیم متن ما تا جایی که کلیک شده قرار گرفت. یعنی متن نشانیام میشد که ما یعنی تا کجا متن خوانده بودیم تا آپشن میتونیم بعد از او ادامهش بخونیم. بعد از این در قسمت تی سریوس میایم اینجا میتونیم یک لغت خودمون معنا کنیم. چه رقم میگیم مثلا طور مثال آرگی مثلا چی است 5 رو بک بیکر هر لغت را که به انگلیسی نشته کنین جوابش اینجا براتون ظاهر میشه. راکت میزایل مثلا. فرق بین ریسرچ و تی سیریسی اما قدر است که گرچه هر دوش یک موضوع را میتونه مطرح کنه. بازی رو میتونین هر لغت کلیک کنین این جوابش براتون میکشن و یک از باز خودتون نشته میکنین. و بعد از این داریم ترنسلیت میتونن یک لغت ورد یک ورد انگلیسی را به لسان‌های متفاوت ترجمه کنن. ترنسلیت کلیک میکنین و بعد از این در قسمت سرچ بار میگیم آپشن چی معنی میگه from English to French or Spanish با دو لسان میتونه عمل صورت بگیره. کلیک میکنین در اینجا شد ظاهر شد. آپشن در اینجا موضوعاتش چی هستن یا هر لغت را نشون میکنین. فعلا بر فرانسوی نوشته است یا اسپانیشی. بیشتر از این ترنسلیت کنین با سافت‌ویر ضرورت است. این چیزی که بلتن در خود آفیس است. یک لغت انگلیسی را به دو لسان فرانس و اسپانیش میتونه براتون ست کنه. کامنت وظیفه‌اش این است که ما در یک جدول میتونیم رابطه با اکسل موضوعات درج کنیم. چون از اینکه اگر ما در اکسل بیایم موضوعات به این شکل درج میکنم شکل غیر منظم میگیره. یعنی بی مفهوم میشه. مثلا میخوایم به شکل جداگانه صورت بگیره کلیک میکنیم مثلا در آپشن یا مشعل نیو کامنت مثلا میگیم مشعل هایر ایژوکیشن. ما با موضوعات دیگه چی است که اگر یک نفر میتونه در جدول $500 از دفتر قرض میگیره ما آدمو یک کامنت میتیم که احمد $500 چی کردن قرض کرد. یا مثلا سر احمد شارت شده ایش نشه میکنیم احمد
به شکل فرعی صورت میگیره. کامنت درج میکنیم، میگیم احمد صدر پا باید است، سر احمد صدر پا چی شده؟ 4 شده. یا موضوعات بیشتر دیگه. پس یعنی میتونه موضوعات درباره اکسل مطرح کنه، هر نوع موضوعات. مثل از اینکه مثلا خب مثل در جدول حاضری ما اینجا در روز دوشنبه تاریخ 7 جون یک کامنت دادیم رابطه با کسایی که بعض مشکلات مواجه بود، 5 اسکورشون یا افزود شده یا کات شده. یعنی ما با این شکل واضح ساختیم سر در مجموع همین روی که چقدر نفر قرار داریم. ما اینطور مسئولیت ها رو میتونیم قرار بدیم یا از هم مسئولیت های بیشتر که در اکسل میتونه انجام شود. بعد از این میخوایم دلیت، بالای کامنت کلیک میکنیم، میگیم دلیتش کن. دلیت همین کامنت شد از میره. اگر بخوایم این کامنت حال فعلا پوینتر میره نشان داده میشه. اگر بخوایم که به طور چی نشان داده شود دائمی تا اینکه ما بدون پوینتر بگیریم، میگیم شو آل کامنت به این شکل نشان میده. و یک کامنت دیگه میاریم، next کامنت اول مثلا اول دوم سوم و پریویوس قبلی پس میاد. و بعد از این شو هاید داکومنت سعی کنید فعلا امی کامنت که در اینجا قرار داشت او ظاهر شد اما دیگه‌اش ظاهر نشد. شو هاید داکومنت ما اگر بخوایم پس کلیک کنیم یعنی با این معنی که یک کامنت چطور ما ظاهر بسازیم، یک کامنت میتونه براتون شو کنه یعنی بدون پوینتر. و وظیفه شو آل کامنتس چی است؟ این سه کامنت دو کامنت دیگه میجا داریم بخوایم یا نشان داده شه چی میگیم؟ شو آل کامنت. به این صورتی رو انتخاب میکنیم و فعلا در مجموع نشان داده شه. بعد از او اگر پس کلیک کنیم و بعدا خب شو لینک. تا فعلا ما کدام لینک را نداریم رابطه با ترک چنج که موضوعات ترک چنج مطرح است که لینک از دو شیت ارتباط داشته باشه کامنتش بعدا این فعال میشه که اینجا مطرح میشه در قسمت ترک چنج. همین علامه ترک چنج در اینجا درج است. چنج پروتکت شیت میخوایم در شیت کست به این شکل تغییرات وارد نکنیم. فعلا تغییرات وارد میشه. میایم در قسمت پروتکت شیت کلیک کرده. بعدا فعلا چیزایی که عمل صورت گرفته مثل فرمت سل میتونیم که یعنی فرمت سل در کجاست؟ در قسمت پیج لیاوت بخشین در هوم الاینمنت اینیست فرمت سل یعنی در این فعلا تغییرات وارد کرده میتونیم چون از این کجا انچک بود میخوایم که هم لاک شود تا که ایش نوع تغییرات از اینجا بالای شیت صورت نگیره. باز در این صورت میخوایم و تطبیق شود چی میکنیم؟ چکش میکنیم. این به این کانال یام کار نکنه. قبلا خود کار نمیکرد و حالا که چکش کردیم چی میکنه؟ یعنی اجازه میدیم که اونجا کار کنه. درش تغییرات وارد شود. اگر انچک باشه باز لاک میشه. باشه اینا ما وقتی که پسورد میدیم. یا مثلا موضوعات فرمت رو فرمت کالم که در مینوی هوم خواندیم یک نفر رو انسرت کردن نتونه. یک نفر مثلا کالم انسرت کردن نتونه. فعلا این اگر انچک باشه ما پسورد بدیم میتونه که از مینوی هوم و اینجا انسرت کالم رو کنه. اگر انچک باشه اگر چکش کنیم باز یا لاک میشه. در این صورت باشه که موضوعات یک ذره برعکس هستن. اگر چک باشه اجازه است که در هوم انسرت کنیم یا کالم و رو. اگر انچک باشه باز لاک میشه در زمانی که ما پسورد بدیم. خب بنابراین میرخم چیزی که کماندایی که خوانیم در اینجا هست دلیت کالم دلیت رو. عملا اینجا ما فعلا یک پسورد میتونم یا را انچک میمونم تا اینکه اونجا لاک شود. میگم حالا پسورد میتونم 123 اوکی. وقتی که پسورد داریم در منوی هوم یا چی هست خیلی چون از این کجا انچک است بخوایم که سکن فرمت بیشتر گفتم در فرمت سل کار نکنه که نمبر الاینمنت فان باردر یا در مجموع لاک شد. هر یک شکل بخواین اجازه بدین اونجا باز چکش میکنین. چک میکنین اجازه تغییرش هست. ان چک کنین پسورد که بدین اجازه تغییرش نیست. یعنی یک جدول از رید آن نمیتونین بسازین تا یک شخص بتونه بخونه اما در محتویاتش تغییرات وارد کنه نتونه. حالا اگر من چیزی رو نشتام کنم اجازه نداره. و بخوایم پس فرمت انسرت دلیت یا
از موضوعات سل فرمت استفاده کنیم که الاینمنت فاند باردار است. پس میتونیم در قسمت انلاک شیت بین منتها شرطی است که باید از پسوردش بفهمیم. 123 اوکی. وقتی که در هوم بیم پس کلشی شد فعال شد. اگر نال میتونیم که تنها بگوییم کلشی مثلا در مجموع لاک باشه اما انزر فعال باشه که ما بتونیم کالم و رو درج کنیم. باز میتونیم که اونجا چک کنیم در اینجا بین همو انزر کالم و رو را چک کنیم. عمل سرازی در دو تطبیق نمیشه. و بعد از این اینجا داریم پروتکت ورکبوک. وظیفه پروتکت ورکبوک است پروتکت استراکچر اند ویندوز. ما میایم بالای زی کلیک میکنیم، بعد از اون پسورد میتیم توسط از این میتونیم که شیتا تانو تطبیق کنیم. 123 اوکی. 123 اوکی. هوم انزر سعی که در انزر کلش فعال است. تنها موضوعات بالای شیت مطرح شد که مجموعه چندین شیت در یک ورکبوک یک گروپ هستند. نمیتونیم شیت انزرت کنیم یک شیت جدید. نمیتونیم در دلیت یک شیت دلیت کنیم و نمیتونیم که یک شیت کپی کنیم. چیزایی که ما قبلا خوانده بودیم شیت موو و کپی شیت نمیتونیم انجام بدیم. اینال پس در اینجا که بیم انزر دلیت و رینیم موو و کپی شیت چیزی که رابطه با شیت قرار گرفتن از شیت لاک شد. گیت یک نوع تغییرات در ورکبوک میاره. بیشتر اول را که پسورد داریم رابطه با چی بود؟ رابطه با عمومی از فرمت بود، دیزاین. و موضوعات دوم که است رابطه با ورکبوک است که یک شیت دلیت انزرت و یا رینیم یا کپی نشه. بخوایم پس اجازه بدیم میتونیم در قسمت پروتکت ایده انچک میکنیم، پسوردش میتونیم 123 بعد هم میریم آره در مینوی هوم انزرت میتونیم که یک شیت درج کنیم. در قسمت دلیت شیت میتونیم دلیت کنیم و اگر ما بالای شیت رایت کلیک کنیم انزر دلیت رینیم موو و کپی شیت چیزی که رابطه با تغییرات شیت بود میتونیم انجام بدیم که موضوعات ورکبوک هست. یک شیت تبیز دیگه بدون شیت یک ورکبوک نمیشه استفاده. و بعدا مینوی ریویو شیر ورکبوک. شیر ورکبوک ما شیر وصل کننده یا وصل کردن چطور ما میتونیم که می ورکبوک وصل کنیم. عمل به صورت به اصطلاح انجام میشه که ما از کانف استفاده کنیم. کانف یعنی نت میتینگ انستال باشه. یک در ضمنش در نتورک ما باشیم که ما می ورکبوک شیر کنیم با یک نتورک دیگه که همین چیزی که در اینجا دیزاین شده راز در منزل دو در یک کامپیوتر نتورک قرار بگیره که موضوعات ما در پروگرام ورد مطرح کردیم مثال دادیم اما موضوعش نخوندیم که چی نوع استفاده قرار میگیره. میتونیم که ما شیر ورکبوک بگوییم دیگه صورت نگیره. فعلا کلیک میکنم وقتی بگوییم allow change by more than one user. یک یوزر خودم هست ما می اجازه بده که تغییرات در more than یک یوزر که یوزرهای نتورک صورت بگیره. اینال به این معنی که ما میخوایم این میره باز لاک کنم تا این صورت نگیره. پول اینال ما داریم پروتکت اند شیر ورکبوک. فعلا اگر این آپشن رو چک کنم نت میتینگ انستال باشه از ورکبوک که ما فعلا دارم به نام بوک 1 در کامپیوترایی که نت میتینگ انستال است میتونه نمیره خودش استفاده کنه مستقیم می خودش میره شیر میشه. و اگر انچ کنم صورت نمیگیره اجازه دیگه نمیده. چطور را لاک کنیم؟ پس من در قسمت پروتکت اند شیر ورکبوک بعد از اون میگیم 123 اوکی 123 اوکی این سیو میکنیم میگیم در استاپ به نام بوک 1. وقتی که سیو کردیم سیو شده شد تا که سیو نشه شیر نمیشه. وقتی که در شیر ورکبوک ما بیاییم این آپشن غیر فعال تا ای که یوزرها نتونن شیر کنن ورکبوک. پس بخواین که شیر کرده بتونن 123. البته این موضوعاتی که ما مطرح کردیم رابطه به این است که ما در نتورک دسترسی بیشتر داشته باشیم و می کامپیوتر که فعلا این را کار میکنیم در نتورک وصل باشه. بدون از اون ما نمیتونیم که اگر نت میتینگ هم انستال باشه عمل صورت بگیره. این شرطش هست. بعد از این داریم allow users to edit range. میگه یوزرها را اجازه بده ادیت کرده بتونن یعنی اینی پیشتر شیر کرد که خوانده بتونن اما این رقم نشته کردن نمیتونن. کجا نشته کنن در کدام کامپیوترهای دیگه وقتی نشته کنن
این که وقتی که شیر میشه از کامپیوتر ما که فعلا کار میکنیم از این کامپیوتر با کامپیوتر 2 3 4 شیر میشن. اونا میگیم اموجه که ادیت کنن ایدیت میدن تغییرات وارد کنن. امی دا ورکبوک ما در دیگه کامپیوتر ادیت شوه و او اصلا به این معنا که دروش ادیت میشه تغییراتش در کامپیوتر ما میاد. متوجه شدین؟ در هی صورت ما میتونیم که بگیم منتها اجازه رو ما برش میدیم کسی که در اون کامپیوترش همیشه تکسل قرار داره میگم علاوه یعنی اجازه بده در صورتی که ما عملا یعنی نت میتینگ صورت داشته باشه نسال باشه وقتی که فایل بسازیم چی بر ما فایل میشه خود نت میتینگ که نسال میشه که با این لینک میگیره باز ما میتونیم با یوزرهای دیگه ادیت تغییرات وارد کنن در اینجا اتومات تغییرات بده و بعد از این داریم ترک چینجز. بعد از این ترک چینجز ما شما قبلا در داکومنت پروگرام ورد مورد مطالعه قرار داده بودیم که موضوعات ترک چینج به دلیل یعنی چی؟ کاربردش گفتیم به دلیل است که ما اگر یک داکومنت داشته باشیم بخوایم هر نوع تغییرات که در آن وارد میشه ما بفهمیم چی نوع تغییرات وارد شده ترک چینج میتونه عمل تطبیق کنه. طور مثال ما یک فایل درج میکنیم بعدا میایم در قسمت ترک چینج هایلایت چینج و بعد از اون ترک چینج فعال میکنیم اوکی everyone اگر چک کنیم یعنی یوزرهای دیگه که باز بعدا ادیت کنیم از طریق شیر ورکو فعلا میگم نو امی یوزر که در لوکال اگر ده یوزر باشه بالای تطبیق میشه و در نتورک نمیشه اوکی اوکی بعد از فایل خدا خب چون قبلا سیو کرده بودیم باز پلی سیو شد. اگر شخص میای مثلا میخواد تغییرات وارد کنه اونجا یک علامه میگذاره به این معنا که واضح سا این زیادتر کاربردش است که در یک دفتر اگر دو شفت کار می باشه اینطور یک داکومنت ما یک ورکبوک در روی دسکتاپ قرار میدیم تا کسی دیگه که ما در پارت دوم کار کنه میگیم غلطی زیر بگیره وقتی که غلطی میگیره این یک نشانی گذاشت که ما باز بعد از او بفهمیم غلطی چه در کجا بود. یکی از مثالای شمیزه و مثالای دیگه میتونیم ما استفاده کنیم قسمی که در داکومنت ورد گفتیم. اینال پس فکر کنم که کسی که غلطی گرفت بر ما معین شد که 4 جای غلطی است سلکتش میکنیم بعد از اون میایم در اینجا accept و reject حالا چی کنیم یا قبول کنیم یا ریجکتش کنیم بالاش کلیک میکنیم بعدا میگیم اوکی سکنین اول قبلا در جای اینجا مشعل نشته بود اگر میره ریجکت کنم پس چی آمد مشعل اینجا قبلا مشعل نشته بود حالا در جایش تغییرات آورده اگر ریجکتش کنم پس اینجا مشعل گذاشت یعنی قبلیش آمد و اگر اکسپت کنم امیجا با جای مشعل اینالا دیگه اکسپت شد که دیگه تغییرات ما به شکل گذشته نمیتونیم ظاهر بسازیم. اکسپت آل اما چند تغییری که من 1 2 3 100 دانم کلش اکسپت همزمان و ریجکت آل در مجموع کلش ریجکت میکنم حالا دیگه ریجکت آل غیر از اینی که پیشتر دید اکسپت گفتیم در کلش شد ریجکت شد. این بود موضوعات ترک چینجز که ما موضوعات بیشتر لکچرش در داکومنت ورد مورد مطالعه قرار دادیم و ختم مینوی ریویو همیشه به پایان میرسیم.